میگم شما از دست من کلافه ای؟ نمیدونم خواهر. تو کوزه‌گری؟ کاری که داری؟ در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. من صحافم خواهر. کارگاه صحافی. گفتم نوشته ها و تحقیقاتتون خوشگل جلد شده بود. چشماتون قشنگه خواهر. چشای شما که فقط سنگ فرش رو میبینه برادر. من همیشه نگرانم شما بخوری تو دیوار و در. فعلا که همه در و دیوارهای دنیا خراب شده رو سر من. میشه کارگاهتون رو دیر؟ حتما. فردا چه ساعتی؟ 7 صبح. مگه میخوایم بریم کله پزی؟ 10:30 11 نشونیش؟ خدافظ. به سلامت.